به نام خدا. سلام و درود خدمت دوستان عزیزم در کانال ساکسسفول پیوز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم با دو آپدیت اورال در خدمت شما هستیم. کیلیان امباپه و اورلیان شامنی از تیم رئال و کیلیان امباپه از تیم پاریس سن ژرمن. بریم سراغ کیلیان امباپه که این فصل در دو پست بازی کردی، خدمتتون خواهم گفت. در سه پست بهتره بگیم کیلیان امباپه، یا همون دو پست بهتره بگیم. امباپه این فصل در وینگر چپ بازی میکنه و همینطور به عنوان در واقع سنتر فوروارد هم بازی کرده به عنوان مهاجم نوک، یا لفت وینگر که همون در واقع وینگر چپ هستش که امسال هم بازی کرده. اس یا سکند استریکر هم نمیتونه بگیم بازی نکرده، ولی خب خیلی کم. بیشتر این دو تا پست مورد توجهتون باشه. امروز حالا ما روی در واقع وینگر چپ گذاشتیم. بریم اورال های کیلیان امباپه رو با هم ببینیم. این اورال های کیلیان امباپه، سرعت فوق العاده امباپه که 96 و خودتون میشناسیدش با اون استارت های معروفی که میزنه، این ابیلیتی هاش و این هم اسکیلاش که ببینید این در واقع به اسکیل هاش ویژگی کاپیتانیستی هم اضافه شده. بریم موشن بازیکن هم ببینیم. این هم موشن کیلیان امباپه. بریم سراغ بازیکن دوم. دو تا بازیکنمون کلا از لیگ از تیم ملی فرانسه هستن. اورلیان شامنی که این فصل هم فوق العاده بوده واسه فصل گذشته که تو جام جهانی بازی کرده، اون گل زیبایی که به انگلیس زد در جام جهانی. بریم سراغ اورال های اون. بیلینگهام هم بعداً بررسی خواهیم کرد با هم دیگه. اینم اورلیان شامنی در پست هافبک بازی میکنه. فیس فوق العاده زیبای شامنی. در هافبک دفاعی هم بازی کرده، ولی خب چون بیشتر جلو میره و اینا، روی همون هافبک معمولی بذارینش بهتره. بریم سراغ اورالاش. این ابیلیتی های شامنی، این هم اسکیل های شامنی و بخش موشن بازیکن هم با هم دیگه ببینیم. و این بخش موشن بازیکن. ویدیو به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا یورو زمان زیادی نمونده. تو یورو این بازیکن‌ها قطعا به تیم ملی فرانسه کمک خواهند کرد. تیم ملی فرانسه قطعا مدعی خواهد بود به نظر من. و بریم ان شاءالله تو ویدیوهای بعدی از الان بهتون میگم که ویدیو بعدی یه ویدیو آموزشی خواهد بود و تایتلش الان نمیگم، ان شاءالله خودتون میبینید. و تا دیدار دیگر بدرود. خدا یار نگهدار شما عزیزان باشه.